дуруд тамошобинони азиз, даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст имрӯз дар китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид ва мо имрӯз суҳбате дорем бо яке аз иштирокчии ин озмун, иштирокчии бениҳоят хурдака ки бевосита шеърҳои зиёд ва инчунин чистонҳои зиёде азбар намудааст ва аз минтақаи Рашт барои иштирок дар ин озмун ташриф овардааст. Ин Кабирзода Ёсуман мебошад. خب شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم یوسمان. تشکر. خب شما امروز که دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، شما خود را چگونه احساس میکنید؟ من خودم را خیلی خوب احساس میکنم چون که من تا این دوره جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است آمدم و با تیاری خوب نیز آمدم. یگان ترس و هراس نداری؟ نه، ترس و هراس ندارم. حالا شما اشتراک نکردید در آزمون ها؟ نه. تشکر. خب شما چقدر افسانه، چقدر شعرها، چقدر کتاب ها مطالعه کرده اید؟ من 50 کتاب، 200 شعر و 50 چیستان، 10 تا تزگویک و ضرب المثل 100 تا از بر نموده ام. خب پس بیاید یوسمان در آغاز برنامه یک شعری بسیار هم جالبی برای ما قرائت کنید. مرحبا. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم، دوست دارم خلق گل دستی تو را، چشمه ها و رود پرشستی تو را، دوست دارم هر نهالی سبزی تو، هم بدخشان هم زرفشانی تو را. آفرین، احسن یوسمان. خوب یوسمان، شما میگفتید که در دور منطقوی آزمون جای چندم رو اشغال کردید؟ جای اول رو اشغال نمودم. یعنی در دور منطقوی جای اول رو اشغال کردید و به دور جمهوریوی راه یافتید، چنین است؟ بله. تشکر. خوب پس بیایید برای ما اکنون نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان بچگانه بیشتر با افسانه ها و اینچنین چیستان ها شوق آور است، چنین است؟ بله. پس می توانید که بهر ما و بهر آن نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادند و مثل شما خودسال هستند یک افسانه جالبی نقل کنید. معلش. مرحمت. بود نبود، پیرمردی بود، با پسرش خیلی قشاق زندگانی میکرد. وای آنها بعد یک روز به هیزم جمع آوری می رفتند از پیششون شعری برآمد. شعر به پیرمرد گفت من شما را حاضر می خورم، لقمه تیاری من می شوید. پیرمرد با پسرش خیلی ترسیده بود، اما پیرمرد که عقلی رسا داشت فکر کرد، در دل گفت هیچ جانزاد پرقوت از آدم نیست. بعد با شعر مصلحت کرد بیا اگر میفهمیم که تو زوری یا من. میلش گفت شعر اینه که اگر کسی که زور برآمد غلامی وی میشود. میلش. بعد یک سنگ را پیرمرد گرفته به شعر داد، گفت اگر توانی آبی همین را برار. بعد وی همین قدر با دندانهایش سخت زیر کرد اما نتوانید، سنگ پاره پاره گشت ولی آبش نبرآمد. بعد پیرمرد از خورجین تخم ناگهان گرفت و با سنگ برای سنگ ماند تا که شعر نفهمد. بعد وی را فشرد و خوب یاسمان، بیاید خلاصه این افسانه رو بگویید که پیرمرد و شعر در آخر چیکار کردند؟ بعد در آخر گفتی پیرمرد شد، یعنی که هیچ جانزاد پرقوت از آدم نیست. یعنی تمامی، یعنی هر یک جانوری که نباشد، دلخواه جانوری که نباشد به مثل آدم پرقوت نیست، چنین است؟ بله. تشکر. خوب یاسمان، شما برای اشتراک در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است چقدر شعر ازبر کردید؟ بیایید پس شعرخوانی میکنیم. بود نبود زوغک بود، زوغک در بوغک بود، بوغک پر از خیزو بود، زوغک از آن ریزا بود. زوغک ولی علام داشت، بیجوره بود دوغم داشت، دیلش بیجوره غش بود، صد غصه در دیلش بود. غوزی با بوغ غک آمد، سراغی زوغک آمد، زوغ تو جوره ام شو، غوغ تو جوره ام شو. زوغک ریزا با آن شد، با غوزک جوره جان شد، شادان دلی زوغک شد،
خندان گلی باغک شد. آفرین. پس باز یک توی دیگر میخونید. مرحبا. زمین داری زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز، سرودی تو به کنج دل نهان نیست، چو پرواز عقابان بی نشان نیست. در این ایام ملک نازنینم، تو را در صبح خورشیدی ببینم. در این روز تو من آینده یابم، شوم هم پا و همراه شتابم. چو مادر تا بزرگ و پایداری، که اول داری و آخر نداری. آفرین. احسن. یاسمن، شما چقدر افسانه میدونید؟ چقدر چیستان میدونید؟ من 50 تا چیستان از برم بودم، 50 تا دیگر افسانه. خب پس برای همسالان خود چیستان نمیگویید؟ یه چیستان گویید. گردهانش وا شود، بوی خوش پیدا شود، جواب این چیستان گل است. گفتیم پس کوه پرتافتیم، جواب این چیستان کاکل است. میخی زرین تگی زمین، جواب این چیستان سبزی است. آفرین یاسمن. باید هر یک اشتراکچی تزگویک نیز از بر کرده باشد. شما تزگویک میدونید؟ بله. چقدر تزگویک میدونید؟ من 10 تا تزگویک از برم بودم. پس بیایید بخونید آخر. مرحمت. 6 ضرب 6 شود 36، ضرب 6 و 8 شود 48، 6 ضرب 6 شود 36، ضرب 6 و 8 شود 48. جوجه 70 جا جوجه من خوجا، جوجه 70 جا جوجه من خوجا. 3 یالی اسبم یالی اسبم یالی اسبم یالالود. غلطک غلده رفت، غلطک غلده رفت، غلطک غلیده رفت. آفرین. خوب یاسمن، شما میگفتید که کی شما رو راهبری کرد، کی شما رو راهنمایی کرد و به دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است آورده رسان شما رو؟ مرا معلمم و پدرم رساندن که تا این دور بیایم. یعنی پیوسته به شما کمک کردن، شما رو راهنمایی کردن و به شما تمام اون کتابایی که ضروری بود آورده پیشنهاد کردن، شما مطالعه کردید. همین خیلی خب. پس برای شما اینقدر کمک کرده باشند، اینقدر دستگیری کرده باشند، شما برایشان یگان شعری جالب قرائت کرده میتوانید؟ مثلا درباره پدرتان یک شعر، یا اینکه درباره معلمتون. درباره معلم. مرحبا. معلم استادی بهترین است، صفا بخشنده در روی زمین است. دهد علم و ادب بر نسل نو است، بزرگی این معلم در همین است. آفرین یاسمن. خب برای پدرتون؟ پدر زیباست و مادر نازنین است، برادر نعمت روی زمین است. آفرین. احسن. خب یاسمن، شما که پس از چند لحظه در این آزمون اشتراک میکنید، شما چگونه آمادگی دیدید و خود را چگونه احساس میکنید؟ آیا احساسی ترس ندارید شما؟ نه، من احساسی ترس ندارم. تشکر. ما برای شما موفقیت خواهان هستیم یاسمن. خب بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم یاسمن. خب بینندگان عزیز، صحبت ما در اینجا به پایان میرسد. با یاسمن بانو که پس از چند لحظه در دور جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک میکند، موفقیت خواهان هستیم. تا برنامه های دیگر، خیر.